صحت و ساق و سلامت باشید. در سرتانه بینیم واقعا سخن بسیار است، لیکن چی سخن که سخن بود نمیشه. تشنه دیداری شیرین شما هستین. در سرتانه شما اینا دولار سخن کنن با دیدم ای خرسندی دیگه نمیدونم چی سخن ایشون زدم. так موقتی رحیم جان در پشت اکران بسیار گپا بسیار چیزهایی بود که مقصد که گفتیم گذاشتیم. ما امروز مقصد که از همه شما جوانو مینداریم که امروز اکای رحیم جان تنها نگذارین، در همه طرف باشد دستگیریش میکنین. چی ساحه مقصد که نوربرداریش باشد، چی ساحه مقصد در امروز در محله ها خدمت میکنه دستگیریش میکنین. امروز باید ما ایگونه مردم را فراموش نکنیم. همه وقت باید ما در پهلوی ایگونه جوانو ایگونه شخصا باشیم که برای آبادی مملکت، برای آبادی وطن خدمت میکنن. پروردگار مثل اکای رحیم غرمی وری دوی ما همه خیلی سربلند باشیم و دوی ما که در خدمت این مردم باشیم. سلامت باشین برادران عزیز. این واقعا باعث فخره که وقتی که یک جوان مرد تاجیک همه کس دستگیری میکنیم، هر یک جایی که ما میریم در سیمای ما همین جوان مردای بننگ و بناموسان بگذار که همه بگر رحیم کرد، رحیم نکرد، دیگر نکرد. پروردگار میدونه که امروز کی به این وطن چه خدمت کرده، کی چه نیتی داره. ما شکرگزار از اون هستیم که در یک مدت کوتاه یک ناحیه فرخانه بلکه نوارا و تشویقات‌های ما به همه گوشه و کنار تلویزیون رفته پیوسته چیکار کردن. همه مردم ناحیه‌ها کمر همت بسته گوشه از وطن آباد کردن. علل خصوص ما مینداره ما به مردم نامدار ناحیه فرخار میرسونم و این خیلی جوان مردای بننگ و بناموس که هر روز ما را دعوت میکنن به محفل گرم میخوان که پیوسته دیرشون برای آبادی های شما از خاطر نه برای که امروز برادرایی که در ملک غریبی چون میگه که بی وطن نیست غریبی که کند یادی وطن، بی وطن نیست غریبی که کند یادی وطن، در وطن بوده بی یادی وطن خود غریب است. هرچند که اگر سالهای سال به وطن هم رفتگی نباشند خدمتی به نهایت گرانن مردم غریب به این ملت تاجیک به این برادرها و برای آبادی وطن میکنن و انشالله در دل آرزو دارن که روز یک روزها ما زنده یا مردنمون به خاکی وطن میروند. خدا کنه که غریبا را پشت پناه باشه، هر روزه هر دقیقه هر یک قدم زدگیشون خطره. انشالله هر یک کاری نکی میکنن خداوند پشت پناهشون بشوند. سلامت باشین هر نفری که نوارای ما تماشا کردین. خوش آمدین. که سودی معامله سو رحیم جان یگو سعیدین شما خوش آمدید. در این سخنی خوبی است که میگه در روی زمین که نسخه آفتابم سخن گفته داشتیم. همین خیلی آدمیزت، خیلی شخصیت باید، همین خیلی حرکت کنند که گرچه که در همین دنیا خوبی کردن میتونه و حرکت گندگی به شخصیت نرسده. همین خیلی انسان خاکسار بودن در کاست که بعد از گذشت شما نسبت فرزندای شما، نسبت نسل آینده شما باید اون سخالی باید نسبت شما نباشه. باقی سلامت سربلند باشین. یکون کامل از طرف ما باشد بخشی به اندازه رحیم جان سطح خاک پادو در اکنش.